جنگجویان جنبش طالبان پیشنهاد آتشبس 3 ماهه را از جانب اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نپذیرفتند. در این باره به رایترز 2 فرمانده بلند مقام خبر دادند. بجز این، روز دوشنبه طالبان در منطقه شمالی کندوز حدود 200 مسافر را ربودند که سوار 3 اتوبوس برای تجلیل عید قربان روانه بودند. بنا به معلومات مقامات در میان آنها دست کم 20 نفر کارمندان نیروهای امنیتی بودند. جنگجوها گفتند که افراد آسایشته را آزاد نموده نظامی ها و کارمندان پلیس را در اسارت نگاه خواهند داشت. ماه ایون امسال اشرف غنی در آستانه عید سعید فطر آتش بس اعلان کرد و طالبان نیز برای 3 روز از نبرد دست کشیده بودند. اما این بار رهبریت جنبش ادعا دارد که اعلان آتش بس تنها به منفعت نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان بود و از همین خاطر آن را قبول ندارند. هفته های آخر حمله های طالبان یکباره در چند منطقه افغانستان اوج گرفت، از جمله در شهر غزنی واقع در جنوب و غرب کابل. قبل از آن که نظامیان افغان با کمک امریکا جنگجویان را از منطقه اهالی نشین بیرون کنند، در 5 روز نزدیک 250 نفر کشته شد.